سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. داستان ما رو تا آخر بشنوید و نظراتتون رو واسم کامنت کنید. زهره همیشه دختری آروم و مسئولیت پذیر بود. از بچگی دلش میخواست مستقل بشه، ولی با همه علاقه‌ای که به خانواده داشت، دل کندن از خونه براش سخت بود. روزی که برای اولین بار پا گذاشت به دانشگاه، حس عجیبی داشت. ترکیبی از ترس، ذوق و هیجان. صبح اون روز مامانش از بس ذوق کرده بود چند بار لباساشو مرتب کرد. باباش هم هی نصیحت میکرد: زهره جان، دانشگاه مثل دبیرستان نیست. آدمای مختلفی میبینی. حواستو جمع کن. زهره لبخند میزد، ولی تو دلش قوقایی بود. سوار اتوبوس شد و وارد محوطه دانشگاه. ساختمونای بلند، شلوغی حیاط، صدای خنده ها و حرفای دانشجوها، همه چی براش تازگی داشت. اولین روز سخت‌تر از چیزی بود که فکر می‌کرد. پیدا کردن کلاس‌ها، آشنا شدن با استادا و مخصوصا پیدا کردن دوست جدید. ولی کم کم با چند تا دختر همرشته‌ای آشنا شد. مریم، ناهید و پریسا. هر کدومشون یه شخصیت متفاوت داشتن و همین باعث شد گروهشون خیلی زود شکل بگیره. زهره بعد از کلاس‌ها وقتی برمیگشت خونه، هیجانش رو برای مامانش تعریف میکرد. از استادای سختگیر میگفت، از بوفه‌های شلوغ دانشگاه و حتی از مسیر طولانی که باید هر روز میرفت. با گذشت هفته‌ها دانشگاه براش شد مثل یه دنیای تازه. کتابخونه بزرگ دانشگاه رو خیلی دوست داشت. بیشتر وقتش رو بین قفسه‌ها میگذروند یا توی سالن مطالعه کنار پنجره‌ای که نور ملایمی میریخت. همونجا بود که حس کرد آیندهش میتونه روشن باشه. فقط باید بجنگه. اولین امتحان میان ترم براش مثل کابوس بود. استرس داشت. شب تا صبح بیدار موند. وقتی نمره‌اش اومد و دید بالاتر از بقیه گرفته، یه اعتماد به نفس عجیبی پیدا کرد. باباش با افتخار به همه فامیل تعریف کرد: زهره دختر منه، قرار مهندس بشه. سال اول دانشگاه پر از تجربه‌های تازه بود. خنده، اشک، استرس، ذوق و حتی بعضی وقتا ناامیدی. ولی زهره یاد گرفت چطوری تو جمع‌های بزرگ خودش رو پیدا کنه. یاد گرفت مسئولیت‌های بیشتری قبول کنه و فهمید برای رسیدن به آرزوهاش باید صبور باشه. اون روزها هر بار که تو مسیر برگشت با خستگی سوار اتوبوس میشد. تو دلش یه احساس قشنگی داشت. انگار زندگی تازه‌ای شروع کرده، پر از ماجراهایی که هنوز در راه بودن. سال دوم دانشگاه که شروع شد، زهره دیگه اون دختر خجالتی و دستپاچه سال اول نبود. کم کم یاد گرفته بود مسیرش رو پیدا کنه. از رفت و آمد توی محوطه دانشگاه گرفته تا برخورد با استادهایی که هر کدوم اخلاق مخصوص خودشونو داشتن. یکی از چیزهایی که خیلی براش مهم بود دوستی‌هاش بود. مریم و ناهید و پریسا، همکلاسی‌هاش، خیلی نزدیکتر بهش شدن. هر روز بعد از کلاس توی حیاط دانشگاه می نشستن. از استادها، از جزوه‌ها و حتی از رویاهاشون برای آینده حرف می زدن. مریم همیشه پر انرژی بود. ناهید اهل مطالعه و پریسا دختر شوخ و ساده‌ای بود که همه رو می خندون. زهره وسط این جمع تعادل خودش رو پیدا کرده بود. اما دانشگاه فقط خنده و رفاقت نبود. سختی‌هاش کم نبود. بعضی استادها توقعات زیادی داشتن. زهره گاهی مجبور میشد شبها تا دیر وقت بیدار بمونه و پروژه‌هاش رو تموم کنه. یاد گرفته بود قهوه بخوره. یاد گرفته بود خودش تنها بره کتابخونه شهر. حتی یاد گرفته بود گاهی بدون کمک خانواده تصمیم‌های مهم بگیره. این تغییرات برای مامانش عجیب بود. مامان گاهی میگفت: زهره جان، تو دیگه وقت نمی‌کنی خونه باشی. دلم برات تنگ میشه. زهره هم بغلش میکرد و میگفت: مامان، باور کن همش برای آینده است. میخوام یه روز بهت افتخار کنم. کم کم زهره وارد انجمن علمی دانشگاه شد. اونجا بچه‌های باهوشتر و جدی‌تری بودن. اولش سخت بود تو جمعشون جا بیفته. ولی با تلاش زیاد و ارائه هایی که داد همه قبولش کردن. یکی از استادا حتی تشویقش هم کرد و گفت: تو آینده خوبی داری
زهره ادامه بده. اما همه چی هم گل و بلبل نبود. گاهی توی مسیر زهره با سختی‌های روبرو می‌شد که تا قبل از دانشگاه تجربه نکرده بود. اتوبوس‌ها شلوغ، آدمای غریبه‌ای که نگاه‌های سنگینشون اذیتش می‌کرد، یا حتی بعضی همکلاسی‌ها که حسادت می‌کردن. زهره یاد گرفت قوی باشه. یاد گرفت که دنیا همیشه منصف نیست، ولی باید ادامه بده. یکی از روزهایی که یادش هیچ وقت نمیره روزی بود که برای اولین بار مقاله‌اش رو جلوی استاد و دانشجوها ارائه داد. صدای قلبش رو خودش میشنید. دستاش میلرزید. اما وقتی شروع به حرف زدن کرد و دید همه با دقت گوش میکنن، یه اعتماد به نفس تازه پیدا کرد. وقتی ارائهش تموم شد، استاد گفت عالی بود. همین مسیر رو ادامه بده. اون لحظه حس کرد میتونه دنیا رو تغییر بده. حتی اگر قدماش کوچیک باشن، در کنار همه اینا رابطش با خانواده هم عمیق‌تر شده بود. حالا بیشتر میفهمید باباش چرا اونقدر سختگیر بوده، یا چرا مامانش همیشه نگرانش میشه. هر بار که از دانشگاه برمیگشت دستای مامانش رو میگرفت. مینشست پای سفره و با خستگی میگفت امروز هم یه روز پر از ماجرا بود. سال دوم دانشگاه برای زهره شد سالی پر از تجربه دوستی‌های عمیق‌تر، تجربه رقابت و سختی‌های عملی، تجربه استقلال و تصمیم گیری برای خودش، و مهمتر از همه فهمید که دانشگاه فقط درس خوندن نیست، یه مدرسه بزرگ برای زندگی. زهره حالا دیگه همون دختر دبیرستانی ساده نبود. کم کم داشت به یه زن مستقل و قوی تبدیل می شد. 4 سال دانشگاه مثل برق گذشت. اما 2 سال آخر برای زهره خیلی مهمتر بود. دیگه خبری از تازه کار بودن و خجالت کشیدن سر کلاس نبود. حالا همه میشناختنش. دختر منظم، مسئولیت پذیر و درسخونی که همیشه آماده کمک بود. زهره توی این سالها مسئولیت بیشتری قبول کرد. توی انجمن علمی دانشگاه دبیر شد و برنامه‌های مختلفی برگزار کرد. برای اولین بار یاد گرفت چطوری با آدم‌های مختلف هماهنگ بشه، چطور سخنرانی کنه و حتی چطور وقتی همه خسته‌اند بقیه رو انگیزه بده. اما تو دلش همیشه یه دغدغه بود. بعد از دانشگاه چی؟ هر وقت به آینده فکر می‌کرد دلش می‌لرزید. خیلی از دوستاش میگفتن میخوان مهاجرت کنن یا ادامه تحصیل بدن. بعضی‌ها هم دنبال کار بودن. زهره اما بین دوراهی گیر کرده بود. از یه طرف میخواست ادامه تحصیل بده چون عاشق یاد گرفتن بود. از طرف دیگه میخواست زودتر مستقل بشه و روی پای خودش وایسته. شبها وقتی برمیگشت خونه توی اتاقش مینشست. دفترچه یادداشتش رو باز میکرد و برای خودش مینوشت من میخوام آدمی باشم که یه روز بتونم به زندگی نگاه کنه و بگه ارزشش رو داشت. یکی از اتفاقهای مهم اون دوران آشنا شدن با سامان بود. یه دانشجوی سال بالایی که توی همایش‌ها باهاش آشنا شده بود. سامان آدم پر جنب و جوشی بود، پر از ایده و برنامه. اون فقط به عنوان همکار توی انجمن علمی با زهره ارتباط داشت. اما کم کم این رابطه تبدیل به یه دوستی نزدیک شد. زهره اولش نمیخواست وارد ماجرای عاطفی بشه چون میترسید تمرکزش رو از دست بده، ولی کم کم فهمید حضور سامان براش انگیزه است. وقتی خسته میشه یا ناامیده سامان تشویقش میکرد. وقتی پروژه ها سخت میشد با هم کار میکردن. این رابطه نه تنها براش استرس نداشت بلکه یه جور آرامش می آورد. البته همه چیز آسون نبود. بعضی وقتا اختلاف نظر داشتن. گاهی زهره میترسید این رابطه جدی‌تر بشه و خانواده‌اش ناراضی باشن. برای همین هنوز به کسی چیزی نگفته بود. در همین دوران یکی از استادها بهش پیشنهاد داد روی یه پروژه مهم کار کنه. پروژه‌ای که میتونست مسیر آینده‌اش رو بسازه. زهره با تمام توان وارد شد. روزها توی دانشگاه میموند. وقتی دوران دانشگاه تموم شد، رابطه زهره و سامان جدی‌تر شد. دیگه نمیشد اسمشو فقط دوستی یا همکار گذاشت. هر دوشون حس میکردن کنار هم میتونن آینده روشن‌تری داشته باشن. اما برای زهره یه مسئله خیلی مهم بود. خانواده‌اش. اون هیچ وقت نمیخواست تصمیم‌های شخصیش رو بدون نظر خانواده بگیره. با اینکه میدونست خانواده‌اش سنتی نیستن، ولی همیشه احترام به نظرشون براش اولویت داشت. اولین بار که به مامانش گفت مامان یه نفر هست که مدتی باهاش آشنا شدم. هم دانشگاهیم بود. اسمش سامانه. مامانش کمی سکوت کرد. بعد با دقت نگاش کرد و گفت یعنی میخوای ازدواج کنی؟ زهره خندید.
نه مامان، هنوز زوده، ولی خب دوست دارم شما هم بدونین. مامانش آهی کشید. زهره جان، دختر بابا، ما همیشه پشتت هستیم. فقط میخوام مطمئن بشم انتخاب درست باشه. آدمی که میخوای آینده‌تو باهاش بسازی باید پاکدل باشه، مسئولیت پذیر باشه. تو لایق بهترینایی. وقتی باباش فهمید اول کمی جدی شد. گفت من سامانو نمیشناسم. باید ببینمش. ازدواج شوخی نیست. زهره هم با آرامش جواب داد میدونم بابا، برای همین میخوام شما هم بشناسینش. روز موعود رسید. قرار شد سامان به همراه خانواده‌اش برای یه دیدار رسمی بیان. زهره از صبح استرس داشت. دلش تون میزد. نمیتونست واکنش خانواده چی میشه. مامانش غذاهای مورد علاقه مهمونا رو آماده کرد. باباش هم با چهره جدی نشسته بود سر پذیرایی. وقتی سامان و خانواده‌اش وارد شدن، همه چیز با لبخند شروع شد. مادر سامان زنی آرام و خوش برخورد بود. پدرش هم مردی متین به نظر می رسید. سامان خودش هم با لبخند همیشگیش سعی میکرد جو و سبک کنه. گفتگوها اول درباره دانشگاه، درس آینده بود. بعد کم کم بحث به موضوع ازدواج کشیده شد. بابای زهره سوالهای جدی پرسید. سامان جان، برنامه‌ات برای آینده چیه؟ کار، زندگی، مسئولیت؟ سامان با صداقت جواب داد. میدونم هنوز اول راهیم، ولی من هدفم مشخصه. میخوام روی پای خودم وایستم. زهره توی این سالها همیشه باعث پیشرفت من بوده و من میخوام همین همراهی ادامه پیدا کنه. این جواب دل بابای زهره رو کمی نرم کرد. مادرش هم لبخند زد. بعد از رفتن مهمونا زهره نشست کنار خانواده‌اش. باباش گفت دخترم، سامان پسر بدی به نظر نمیاد، اما باید بیشتر بشناسیمش. ازدواج عجله نداره. زهره با آرامش سری تکون داد. باشه بابا، منم همینو میخوام. فقط میخوام شما هم کنارم باشید. از اون روز به بعد رفت آمد خانواده‌ها بیشتر شد. هر بار که دیدار میکردن صمیمیت بیشتری بینشون شکل میگرفت. مامان زهره میگفت خدا رو شکر به دل من نشسته. اما همچنان مسیر آسون نبود. بعضی فامیل ها کنجکاوی میکردن و سوالهای عجیب میپرسیدن. یعنی مطمئنی؟ یعنی میتونه خوشبختت کنه؟ زهره یاد گرفته بود با لبخند جواب بده و نذاره حرفای بقیه آرامشش رو به هم بزنه. اون روزها دلش پر از امید بود. برای اولین بار حس کرد میتونه آینده رو واضح‌تر ببینه. آینده‌ای که توش هم خانواده‌اش کنارشن، هم کسی که دوستش داره. فارغ التحصیلی برای زهره مثل این نقطه عطف بود. روزی که کلاه و لباس فارغ التحصیلی پوشید، وقتی مدرکش رو گرفت و دید بابا و مامانش با چشمای پر از اشک براش دست میزنن، حس کرد همه زحمتاش به ثمر نشسته. اما زندگی فقط مدرک نبود. زهره میخواست روی پای خودش وایسه. برای همین از همون ماهای آخر دانشگاه دنبال کار گشت. اولش سخت بود. شرکت‌ها یا تجربه میخواستن یا حقوق کمی پیشنهاد میدادن. چند بار رد شد و دلش شکست، اما دست نکشید. بالاخره توی یه شرکت معتبر قبولش کردن. روز اولی که پشت میز کار نشست و لپتاپش رو باز کرد، انگار دوباره وارد دنیای تازه‌ای شد. محیط کار پر از آدم‌های جدید بود، هر کدوم با اخلاق و نگاه‌های خاص خودشون. زهره اولش استرس داشت، اما کم کم یاد گرفت چطور توی جمع حرفه‌ای باشه و وظایفش رو درست انجام بده. وقتی اولین حقوقش رو گرفت، مستقیم رفت خونه. پاکت رو گذاشت جلوی باباش و گفت این اولین حقوقمه. میخوام بهت بدم چون همیشه پشتم بودی. باباش لبخند زد، اما پاکت رو پس داد و گفت نه دخترم، این مال خودته. خرج آیندت کن. فقط همین که میبینم مستقل شدی برای من کافیه. در همین روزها رابطه زهره و سامان هم به مرحله جدی رسید. بعد از چند ماه آشنایی رسمی و رفت آمدهای خانواده‌ها، بالاخره تاریخ خواستگاری مشخص شد. اون شب زهره توی اتاقش نشسته بود. قلبش تون میزد. مامانش در زد و اومد تو. دستاش رو گرفت و گفت دخترم، امروز یکی از مهمترین روزهای زندگی شروع میشه. فقط یادت باشه خوشبختی رو خودت و سامان باید بسازین. هیچ کس دیگه نمیتونه براتون بسازه. مراسم خواستگاری و بعد نامزدی ساده اما پر از شادی برگزار شد. هیچ کدوم دنبال تجملات زیاد نبودن. هر دو خانواده هم خوشحال بودن که بچه‌هاشون انتخاب درستی کردن. روز عروسی وقتی زهره لباس سفید رو پوشید و توی آینه نگاه کرد،
یاد همه مسیرشون افتاد. روز اول دانشگاه با استرس و ترس، شب‌هایی که با گریه و پروژه‌ها رو تموم می‌کرد، اولین ارائه، اولین بار که دلش برای سامان لرزید و روزهایی که توی شرکت با اعتماد به نفس کار می‌کرد. حالا همه اونها تبدیل شده بود به پلی که آورده بودش اینجا. مراسم عروسی پر از خنده و اشک و شوق بود. باباش وقتی دستشو گذاشت توی دست سامان گفت دخترمو بهت میسپرم، قدرشو بدون. سامان با جدیت جواب داد، با تمام وجودم. بعد از عروسی زهره و سامان زندگی مشترکشون رو توی یه خونه نقلی شروع کردن. خونه‌ای که پر از سادگی بود اما پر از عشق. هر دو کار میکردن، هر دو با همدیگه برای آیندهشون برنامه میریختن. گاهی خسته میشدن، گاهی بحث میکردن، اما همیشه برمیگشتن سر این که با هم بودن، یعنی قوی تر بودن. زهره شبا وقتی روی مبل مینشست و سامان کنارش بود تو دلش میگفت تموم سختی ها، تموم شب بیداری ها، تموم اشکا ارزششو داشت، چون حالا دارم همونی رو زندگی میکنم که همیشه آرزو داشتم. و اینطور شد که داستان زهره از یه دختر خجالتی دبیرستانی به یه زن مستقر پرتلاش و عاشق رسید. زنی که هم در کارش موفق بود، هم در زندگی شخصیش.